صبح 13 اپریل سال 2025 ساعت 9:24 به وقت محلی زمین لرزه سخت تاجیکستان را تکان داد. سلام علیکم اهل گروه. این خونه بابی ایندین بیچاره در بلوش مسودی بیچاره در بلوش اینه خونه در اینه در بلوش چشیدگیان اینه اگون جو عادیش نامونده است اینه خونه که همه چشیده. بنا به گفته مرکز زمین لرزه سنجی اروپا بحر میانه زمین قوه زمین لرزه 5.9 درجه بود. مرکز زمین لرزه در 21 کیلومتری شمال ناحیه رشت جایگیر بوده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد که در نتیجه این زمین لرزه یک کودک 3 ساله با نام عبدالغنی مشربو که ساکن دهه اشترپس بود زیر دیوار خانه مانده جان باخته است. طبق معلومات رسمی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان بر اثر زلزله در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه پوره و 50 خانه قسماً ویران شده و 61 منزل آسیب سبک رسیده است. اینچنین 3 مکتب و تقریباً 200 انشاءات اجتماعی از جمله چایخانه و بنگاه طبی ضرر دیدند. زمین لرزه را در شهرهای دوشنبه، ولایت سوخت و منطقه رشت حس کردند. در ناحیه رشت که نزدیک به مرکز زمین لرزه است، قوه تکانها 5 تا 6 بال را تشکیل داد. در دوشنبه باشد تا 3 بال. همچنین صبح 14 اپریل ساعت 5:44 به وقت محلی باز یک زمین لرزه به قید گرفته شد. اپیسنترش در مسافه 156 کیلومتر از دوشنبه در 18 کیلومتر دورتر از ناحیه رشت جایگیر بود. قوه آن 4 بال را تشکیل داد که در خود ناحیه رشت 3 بال حس شد. تاجیکستان در منطقه جایگیر است که از زمین لرزه ها در امان نیست. زمین لرزه ها در اینجا گاه گاه به وقوع می پیوندند. خداوند همه برادران نگه داره و ای تاجیک‌آباد کسایی که اگر چی دارن امچه‌ای خبر چند و تکنیک اگر نیاین رای کل پرمخ کمه.